خب دوستای عزیزم سلام و درود و احترامات با یکایک شما بود. بازم هموطنای عزیزم با شما بگیم در کانال خودم خلق. من باز یک خلق بچه از وطن هموطن شما در باره اید بگیم که ایدتون مبارک باشه. باز بار دیگر که امروز بسیاری روزی خوب و خوش خرسندی هست که داره ما و شما قرار در این اید. از سحر باز چندین جای تاجیکستان چندین انسان ها شناس ها بگیم که در خطی علاقه بودیم با طریق ویدیویی و دیگر چیزها. میخوام در باره اید تاجیکستان بگیم که یک کمی صحبت کنم. البته که امام علی رحمان و تمام سیر کوشش خودش خواست تا که حتی که از پدر مادرهای امضاها گرفتن که فرزندهای شما ایدگردک نکنه که تو 1000 سومون جریمه می شود. اما هر انسانی که زیدی اعتقاد مردم، هر انسانی که زیدی تمدن فرهنگ و مدنیت مردم میبرویه عاقبت او شکست است. البته بسیار خرسند کنندش چی بود؟ بسیار خرسند کنندش اید سه چند امسال شد با تمام سیر کوشش امام علی و گرد اطراف او که تا که این تمدن ای فرهنگ این ایده بگیم که از این مردم بگیرن، اما ایره گرفته نتونستن. برای چی؟ برای اون که تا حال دارن مردم کودکا ایدگردک میکنن. خصوصا بگیم در منطقه های تاجیکستان بعضی منطقه ها اید تا عبید میشید، یعنی بعد عبید دیگر آو زدگی رفتگی میشید، تشی نمیشید. و مادر میگه که هر سال یک دیگ شوربا میدوختم، یعنی دیگه کلا اون داره برای همین مرکه ها. میگه اون دیگ قطعی یک تا شوربا میدوختم میموند. امسال 2 تا کرده. میگه با این سیم شازی تیار کردگی محصولات چه میپرته موزیش تمام میشه، یعنی که ایشه پرتفته تیار میکنیم. پرستایید کنید هر سال یک بلوک جواشکا میگرفتن هم سقیچ برای کودکا، باز بگیم که میموند. امسال 2 تا گرفتیان حالی هم نرسیده است. باعث آزوق پیستا و چگلک یعنی چی چیزی که هست بگیم دوده استودن کودکا تا حال دوره کودکا کنده نمیشوند. میبخشید میدونی چه خیلی بگیم کیفیت داره کودک چه میوین که کیفیت داره. امام علی رحمان خواست زیدی ایدی مردم ببرویه. امسال خداوند این ایده 2 چند کرد، 2 چند افزود. و تشکر به همه شما که سر صدا کردین. تشکر به همه شما که چی نوستی ها، خبرها، بلاگرها، دیگرها حقیقتون طلب کردین، در جهانیون برآوردین، مردم در نشان دادین که این امام علی رحمان دیگر دولت تمدن ما را، فرهنگ ما را و ایدی ما را از بین میبره. مردم امروز خداوند در دل مردم دوخت که 2 چند اید جشن گرفته شود در وطنی عزیزی ما. بسیار بگیم من خوشحال شدم. تا حال دارم زنگ میزنم بگیم که پشتی در کودکا قطار هم خیلی بگیم 10 تا 20 تا 30 تا کودکا اومدگی همی بگیم که خیلی دیگر بگیم یک خرسند کننده است. لباسکای زیبا، لنتچای زیبا بستگی، کرتچای زیبا پوشیدگی، تفلیچه‌هاشون در دستاشون خلطچه‌شون کودکا ایدینا مبارک مایده چه میگم بسیار یک کیفیتی زور داره. وقتی میبینی خیلی چیزا رو همون کودکی های خودت یادت میزنه. بسیار یک کیفیت داره. تا حال این دوام داره، خصوصا در ولایت سوخت این تا عبید میشید. سحر قطعی مزار میرفتن دعا کنی، بعد از اون میرفتن نماز اید، بعد میبرامدن خونه یک چند انسان میدرامدن خونه خشتبار شناسو، یا اینکه خونه یگان سومدار میدرامدن دسترخوان خوب داره تا بگره دیگه میچریدن نمیخیستن. برای میگفتن خونه کمبغلان اون نداره، اوقات خوب نداره، نمیجه میخره میشینه. امسال مردم خداوند دیگر خیلی هدایت کرد. امسال مردم خونه به خونه گشته ایستادن.
خانه به خانه دیگر بای کمبغل جیدو کنی. بعضی انسان‌ها شاید در تفکرشون موندگی هست در تاجیکستان، نه که بگیم که مردم ما دیگر بسیارش دیگر این چیزها را از بین بردن. این هم بود مبارزه ما و شما، این هم بود گپ ما و شما، این هم بود نمی سر صدای ما و شما که مردم کمتر مفکورش بیدار کنیم. و ببینین چیز دیگر، امام علی میخواست این از بین بره. امام علی حتی که امنیت چه در کار فرماند، نه که ببینین دو چند شدی سال که مادر میگه که 10 سال آخر این چیز ما یاد نداشتیم که ایدی تره میشید. اید این عمود میشیدگیش اما 10 سال آخر من ندیده بودم. 10-15 سال آخر میگه به درجه آدم اومده است، به درجه آدم میگه خونه یک دیگر در اومده است. میگوی عجیب رنگی هم دوره های پیش واری. این هم بود سر صدای ما و شما. و امروز دوران ارتیست اکتیورها به نام همون مردم یک چیزای پوچ بیمانی میدادن، مردم کوشش میکردن از راه برورن، امروز اونا دوران بس کرده ایستادن. سبب چی بود؟ سبب ما تونستیم فهمونیم که این کاری تو عاقبت ضرر به خودت به فرزندات میرسه. اگر مردم تو پای شوه، مردم بی عقل کنی، مردم اینم خیلی راه پوچ بیمانی بری، عاقبت زیان در تو میرسه. امروز میبینیم همون صحنه‌هایی که بگیم که میساختن، بعضا احمقاش موندگی است، یکی همون صحنه‌هایی که میساختن امروز صحنه‌ها است از بین رفته ایستادن. و اکتیاری را دیدیم که از گروه عرب شبود که با او میگیم که من یک دوستی هم داشتم زمانه، بگیم خصوصا دوست مراد قطعی بسیار یک دوست خوب هم بودیم، یک وقتی بگیم یک دوستی نقض بودیم. امروز اونو هم دوران اونا یک تشدیدیم در اینترنت گریه و زوره و نوله. ما در دست یک ماشینی غلطیدم. ماشینی از کجا پیدا شد؟ چرا انسان ها ماشینی کشیدن؟ برای اونکه شما برای انسان ها معنوی بیمانی چیزها دادین، انسان ها را از راه انسانی برآوردین، عقل انسان ها را کم کردین، انسان ها را به نامتر فشفش شفشف آموخته کردین. امروز زیانش خودتون دیدین، زیانش خودتون اومدین دیدین. انا که میشینین گریه میکنین، نوله میکنین، حال فردا اگر این چیزا دوام بتین زیان این چیزا 10 چند فرزنداتون میبینن. ما باید جامعه سازیم، ما باید غرور سازیم، ناموس سازیم. ناموس، غرور. ببینین مردم چی نه، بعضی میگه 1.5 میلیون است، بعضی میگه 3 میلیون است. آبش در دنیا میگن 3 میلیون هستن، در چچنیا میگن 1 میلیون 1.5 میلیون هستن. غرور را ببینین. 150 میلیون رسیان دستش در پیش برش احترامش میکنه، برای که غرور دارن و ناموس دارن و رنگ شما وری افندی و شرمنده ندارن. ما این چیزا تونستیم و یا برسونیم و امروز هم حرکت میکنیم برسونیم. میفهمین نمیره؟ امروز هم داریم حرکت میکنیم برسونیم. و هر یک تا انسانی که این چیزا درک کرده ایستادن که کار میکنی زیانی جامعه شده ایستاده است، آهسته آهسته خودشون قفا کشیده ایستادن، آهسته آهسته قفا کشیده ایستادن. امروز حکومت چرا پای بلاگرها را گرفتن؟ برای تیک توکراشه، بلاگر تیک توکر اینستاگرام گراشه. برای چی؟ برای آنکه دیگر او اکتیورهایی که میبرامدن در تلویزیون، در یوتیوب و در دیگر جاها اونو قفا گشتن، دیگر فهمیدن چی گپ است. امروز هم همین خانگردی مردم سر صداهای ما و شما بود که ما دیگر پاره شدگیم. هست چیزایی که ما را یک کنه، هست چیزایی که ما را با یک دل با یک دیگری یک دلگرم کنه. این همین ایدها، مرکه ها، جشن ها، خیره ها، خدایی هایی که ما میکنیم، مرگ مرده و زنده و توی در انا همیجا مردم متحدیش و کی بدنش معلوم میشوه. میفهمی نمیره؟ برای انا همون که امروز نمو سر صداهای ما شما امروز داریم که سر صداهای ما و شما
امروز ما که داریم کدام میرم راستی برادر و فکرم کدام این بودی راستی نفهمیدم یخت و فکرم ریسکی برادر عزیزم کدامیت همیجا سلوچای بگیم که بلوگ رفته نهوی کردم با بلوکتونه رول کدامیت تحقیر داشتنام بمانگی نکنید میفهمین این چیزا را یعنی این چیز است امروز دوچند شد اید دوچند با تمام اونه که امام علی رحمان میخواست ایره پیش رهش بگیره کودکا را ایدگرد کنی نمونه امضاها گرفت از آدما معلمای مهربون بسیار فعالنده در خیلی کارو تمامی کار جامعه را این معلمو میکنن معلمای مهربون انتخابات ها را هم دارن همیا بگیم جزیر میکنن همه همین چیزای کاغذی و نویس همون جزیر میکردگی این معلم ها هستن برای امام علی رحمان لباسی یگانه رم پولش جمع میکردگی معلم ها هستن برای همین هم امروز معلم تاجیکستان دیگر در تاجیکستان قدر نداره برای 200 سومون پول ملت فروخته ایستادن معلم ها برای همین دوستای عزیزم یعنی که همین چیز متحدی ما و شما است باید ما و شما متحد باشیم باید ما و شما چیزی را میبینیم که در جامعه ما زیان داره باید پیش رهش بگیریم باید پیش راه او را بگیریم نمانیم اجازت ندیم و بیننده او خیلی چیزا نباشیم من 100 بارو میگم که از کانال هایی که شما میبینین فحش فاحشه و چیزی که مغزی سر شما را بناموس میکنه و بننگ میکنه از این چیزا ادپیست سکنین ببرویم برین نبستین در خیل کانال ها که عاقبت در تو زلال میکنه در فرزندت زلال میکنه گدا میشای بناموس میشای بی‌آبرو میشای انمون چیزا تو را آهسته بی‌آبرو میکنه آهسته بناموست میکنه برای ما هموطنم ببروی خیلی چیزا پال نیروز بلوکش کانال های خیلی ادپیست سکه ببرو برا بیننده خیلی چیزا نشه بیننده خیلی چیزها نشه هموطنم برای آینده خودت برای آینده فرزندت یکی از همین چیزا میگم که عربشایی که بود که برای شما اینم خیلی بگم همون چیزای فکری پوچ میدادن امروز کامera را مونده گریه میکنه مرا کمک کنین امروز کامera مونده گریه میکنه که مرا کمک کنین میگه که من در این احوال زدم من کیدت خوردگی من قرض دارم میفهمی نمیره و دیگر انسانایی که در هم خیلی چیزای پوچ بیمانی چیزی برورین کانتنتی که غروری ملت باشه کانتنت برورین ناموسی ملت باشه بس بدگیست دیوانگی خودتونه کدام بس بدگیست این چیز کنساف بس بدگیست غرور نشون بتین غرور ناموس نشون بتین ننگ نشون بتین امروز من میبینم بعضی کانتنت های بگیم برادرایی که در یو اف سی و کی اف سی و مکدونالدز میزنن گفتی همو گپو جنگ میکنن جنگاورو و غیره ها بگیم ببینید غرور است غرور است یک کانتنتی که غرور داشته باشه ناموسی تاجیکی را نشان داده بتونی مدنیتی تاجیکی را نشان داده بتونی یک کانتنتی که یک دیوانگی مدنیتی تاجیک است یک کدن این غروری تاجیک است همین را نشان داده ایستادی و عاقبت زیانی خودت هم میشه و زیانی نسل خودت میشه فکر کنین در بالای کان من نمیگم شما را یوتیوب ببرویم برین من نمیگم شما اینستاگرام ببرویم برین نه اینکه رنگ اونها یک تای دیگرش خطی ای خدای امری مورا نی
میشه بگی در جناب علی محمد بالای سر ما با این چی است؟ این چی کانتنتی ضعیف هستی؟ این چی شعری ضعیف است؟ این چی فکری ضعیفیت است؟ کاری در اینجا چی غرور؟ یک بناموسیت نشان داده ایستادی، بننگیت نشان داده ایستادی. بیدار شین هموطنای عزیزم، بیدار شین کنسو. یک کانتنت شما را دیدگی، یک کودک، یک جوان، یک تاجیک بچه، یک تاجیکستانی، یک کودک او کانتنت شما را ببینه، غرور ناموسش بیدار شوه، مردک بدنش چست و حسیات مردکیش بیدار شوه. او کودک او چی نشان میتین؟ شما چی نشان میتین؟ یا که سرودهایی که دارین چی معنا داره سرود؟ اول من میمونم یک سرود قزاقی و یک سرود ازبکی را بمونم، خصوصا قزاقی ها بسیار قزاقی را سرودشون سرود غروری است. یعنی هر خیلی فیلینگ نمیگیرن سرود کنن. سرود باشه که شنویدن باید حسیات مجسکای انسان باید بیدار شود. هم خیلی غرور تاجیکیت، غرور تاجیکستان بودگید بیدار شود، اونا را سرود میگن. گل آوردم نبدی ماندم سر دیوار، اومدی نگاش نکردی، وای داده مامت اومدش گریف، وچت اومدش گریف، رفتی حولی اتون نه پیشتای دروازه تو نه. این چی سرود است؟ چی سرود استی؟ کی می نویسه برای شما شعره؟ آیا ما نداریم شعرهای وطن، غرور، ناموس؟ این قدر شاعرای ما، این قدر کتاب ها نوشتن، نخواد درونی همش ما گل آوردم نبدی بخونی. شبلان زنه برگش نریزه، پختنگش نریزه و خامش نریزه. چی هستی؟ چی هستی؟ کنی وطن، کنی ناموس. این نمی بیناموسی است که ما در کوچه بگیم که کوچه تاجیکستان روچنوی رفته ایستادن. اگر ما و شما مردای وطن اگر که ناموس می داشتیم، ما اجازت نمیدادیم مادرای ما ساعت 3 شب خواب پرتافتگی بیا کوچه را روچنوی بروه که سحر ما و شما بیناموسا در کوچه ببرویم، کوچه تازه باشه. قطعی امام علی بیناموسی کلانیمون، رهبر پیشوای بیناموسا قطعی که اون مادر به یک امید فرزند زاییده است. اون مادرای او وطن به یک امید ما و شما را بچه گفته خرسندی کدگی است. بچه زاییدم. یکی او بیچاره نمیدونستن که بچهش نخه بچه های بیناموس میشه و کلان شود. برای سنت توی میکنم گفتم مادرها گوشفورا یا نمیدونم حلقه تیلاش فروختگی است که بچه از کلان شوه، این پشتیبانی ما میشوه، حمایتگری نانته ما میشوه که ما در وطن مثلی بگیم یک شاهزاده میگردم که این خیلی بچه ها داریم. گفته یکی نفهمیدن که غلامی بابا بچه هاشون شیدن در دمی پیریشونم سیمیچکر چک 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 در کوچه ها بیچاره مادرها میرون. یک در دست ما میزدن، ما بچه ها را میبروردم کوچه میرفتن. تو که قدر اینه مادر را یه بار برسین شما با قطار کده در ایده و در جشنو ایزون کشده یه لیتری روغن برای ورا با رئیس بنامش اومده در اوجه ما این شما را یاردم کدیستیم، ما کدیستیم تو مادر غلام کدگی کیده در کار است یاردمیته. 10 کیلوی ارد، 1 لیتری روغن، 5 کیلوی کارچوکا، 3 کیلوی پیاز در گدا دادگی باری با راست کرده و را قطار کرده مونده با فخر میکنن که ما شما را یاردم کردیم، با متهم میکنن او را با 1 لیتر روغن، در جایی که اون مادر حق داره خواه و پنسیش یا معاش بیکار پولیش اون مادر بای ما هم دارو هم خوردن هم پرگولکه هم لباسش باید برسه.
бо эмомалиро меоран ҳар ҷода бо онам бечора модароро мебуроран бирӯен либосои хишрӯ пӯшен биен қатор бестен байрақча биқапен кӯдакотона аз кӯдакӣ аз садик сар мекунен беномусу заиф кардани миллата дар куҷо ғурур мебинӣ дар куҷо номус мебинӣ вале рост мега чи ина ислом каримов мур ҷанг шид не нашид намешава ҷанг бихезен алиш кунен бигем ки ин дуз дора ҳичи ҷанг намешава ҳамун одаме ҷанг мекунад ки қатъи дузд аст ва ӯ одаме ки ӯро дузда мезана қатъи ту аст тамом ҷанг байни дузду байни миллат мешава агар ҷанг шава байни миллат ҷанг намешава ҷанг байни дузду байни миллат мешава мефаҳмӣ амира ин ҳама қадар чиз аст қатъи дузд ҷангиданда метарси ту метарси қатъи дузд биҷангӣ қатъи ғоратгар ту метарси биҷангӣ пас бихез ҳамватанам ӯ яктадитай моро метавона интерполу дунёву дараву дигар корора куна не ки ай дохили ватан бихези ҳазор касат бихез яктаи шуморо наметавона бига ки хоин асту дигар чиз аст намехоҳем оттара тамом биза бира ӯй бихайҷа 10,000 нафар бихезен майдон ку як милиса пештон биёя ма бибинем як милиса биёя муқобили 10,000 рӯдам ягон кас мебироя наметавона биромада фаҳмидин ҳамватанои азизам ва муҳтарам бигем артисту муҳтарам санъаткору актёрҳо саҳнае созен ки ғурури миллат боша суруди хонен ки ғурури миллат боша на ин ки беномус кардан гул дарахту олучаву пиставу бодому писта хандонае nimечи гардонае чияи писта шавам дар таи дандонате усма шавам дар рӯи қошонате охи резинка шавӣ дар сари булбулон мон чӣ хел мешава чӣ суруд астӣ кӣ менависа ин шеърҳоро ба шумора кӣ метия ин шеърҳоро ба шумора ман бароям мегӯм ки агар ман президентчам ман санъата ювелир мекунам ювелир санъата 6 моҳаву 1 солаву 3 сола намекунам санъат 7 сол мехонӣ пасттаринша Tak. Dobra, tylko wezmę ten i ci oddam, bo ja już idę, nie? Okej, zamykaj tam, zostaw klucz tam na ten. Kebabie? Tak, tak. A posłuchaj, bo będzie dostawa na Widawską, ale to jeszcze tam z 50 minut. Torbę i terminal masz w samochodzie. Okej. No, tylko terminal kontroluj. میفهمی نمیره برای ما هموطنای عزیزم اولی قدرم چیزهایی بسازین کانتنت هایی بسازین سرودهایی بخونین صحنه هایی بسازین که ناموس ملت باشه نه اینکه پس زنی ملت نه اینکه بیناموس کردن ملت باشه میفهمی نمیره دوستای عزیزم وقت شما را زیاد گرفتنی نیستم یعنی قربانی چشماتون شم ایداتون مبارک باشه امسال اید بهترین گذشت که با تمام کوشش امام علی رحمان و ما کراچی غلبه کردیم امام علی رحمان در یک تصمیم شکست خورد این میره بدون که شکست خورد برای که ما و شما قوه هستیم امام علی رحمان کی است این برنامه کنستیتوسیای قانون ما طرف کرده گشته است نیست تو طریق قانون کنستیتوسیایی که مردم بگیره چمو کنه برای اولاد امام علی رحمان و تمام زندگی را بده قانون برای همه است یخل است برای همو گاز شب جقین میانوتون سخت ببندین نترسین از این چیزا خدا خواه برد مردم است بهترین اید گذشت نم خیلی وشی گفتی همو گپو از سحر تا حال دوره گودکا میوین تا حال گودکا میوین پریستاوید میکنید اینه ای از کیفیتی بگیم که بردی ما و شما است
اینه از ضعیف شدن امام علی را نشان میده که نتونست بگیم که چیشه در سر مردم بگذرونه، یعنی این قانون شه و این پریدومیتی کردگی چیشه نتونست در سر ما و شما، در سر فرزندای ما و شما بگذرونه. میفهمی نمیره برکه اید بود امسال برای اما بازم به خاندان شما هر روز مثل امروز اید برین خانهاتون پر فیض و پر برکه باشه. خدا یار مددگارتون هموطنای عزیزم.